ماه مبارک رمضان هیچ کس رو بیخونه نکن. انشالله که خدا کنه همه صاحب خونه بشه انشالله به حق این ماه رمضان. خدایا یه رحمی به دل این صاحبخونه بده که وسایل هیچ کسی رو بیرون نندازه. خدایا هر سال که قراردادمون تموم میشه پول میبره بالا، این حقشونه، ولی این پول پیش دیگه چیه؟ ما غریبه از کجا بیاریم؟ ای خدایا. ای خدا این هم ما رو سر کار گذاشت، چرا نیومد؟ چه کار کنم خدایا؟ دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. سلام شمس. سلام خوبی؟ سلامتی؟ معلوم از کجای شما؟ شرمنده ببخشید دیر شد. گوشیت خاموشه. گوشیمو بی خیال برش کن. گوشیمو پول جور شد فدات شم. اینه 10 میلیون تومن. ببر بزن رو پیشونی صاحبخونه‌ات بگم 10 میلیون. ممنون حلیم جان، تشکر. ولی چی؟ ولی ملی نداریم بابا جان. اینم پول دیگه، پول خواستی جور شد. متاسفانه صاحبخونه منو انداخت بیرون. ای نامرد انداختت بیرون؟ آره. الان کجایی؟ الان با خواهرم توی خونه دارم زندگی میکنم. حالا پیش خواهرتی تو یک اتاقی؟ آره. و اشکال نداره، بالاخره باید دنبال خونه بگردیم یا نه؟ این پول پیشت باشه. دیدی بالاخره یک جای خونه گیر آوردی و بالاخره پول پیش خواست، این پیشت باشه. آره؟ خیلی وقتا به خودم بد کردم، اما تو رفیق راهم